أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 33 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 34 را به سمع شما برادران و دوستان تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الرابع و 30، یعنی درس 34. درس 34 به مثل درس های گذشته کلمه های نوی برای حفظ کردن دارد. این کلمه های نوی درس 34 است که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند. پس این کلمه ها عبارت هستند از اینه که صاحب کتاب میگوید سمکون. سمکون یعنی ماهی، اسم مفرد است، جمعش می شود اسماکون، ماهی ها. بعد از این میگوید مینشتون. مینشتون یعنی آلتی پشه سرکنی، آلتی پشه را دور کردن، پشه زنک. میگوین مینشتون. مینشتون اسم آلت است بر وزن مفعلتون. این فعل این مینشتون نش ینشو است. نش یعنی سر کرد، راند. ینشو یعنی سر میکند، میراند. نش ینشو سر کرد، سر میکند. از این وقتی که ما اسمی آلت میگیریم بر وزن مفعلتون میگیریم، اصل این من ششتون است. من ششتون مفعلتون. شین یکم را کسرش را در نون دادیم زیرا اینکه نون ساکن بود، بعد شد منش شتون. شین یکم را در شین دوم ادغام کردیم، شد منش شتون. پس این هست اسم آلت بر وزن مفعلتون. یگان کس از ما پرسان شود که مینشتون بر وزن چی است؟ میگیم بر وزن مفعلتون، یعنی اصلش رو میگیریم. من ششتون مفعلتون. دقت دادید؟ این از باب نصر ینصرو است و مضاعف است، به مثل مر یمرو است. بعد از این میگوید سماکن. سماکن یعنی ماهی قب، شغل ماهیگیری. سماکن در اینجا بر وزن فعالون هست، به مثل که در درس‌های گذشته گفته بودیم که بیاعون. بیاعون یعنی بسیار فروشنده، یا زراعون بسیار زراعتکار. اون صیغه مبالغه بود. اما این سماکن بر همون وزن هست لیکن صیغه مبالغه نیست. این به مثل نجارون. نجارون یعنی شخصی که شغلی تخته کارکنی را برای خود کسب کردگی است، اون را میگن نجارون. به مثل همین سماکن شخصی که شغلی یعنی کاری ماهی قپی را برای خودش کار قرار دادگی است، اون را میگن سماکن. دقت دادید؟ پس همه بر وزن هر فعل، هر اسمی که بر وزن فعالون بیاید صیغه مبالغه نیست، بلکه نگاه کرده می شود که اون صیغه مبالغه است یا کار را برای خود کسب کردن است. سماکن یعنی ماهی قب. بعد از این میگوید اگر میخوای سماکن را جمع بکنی، جمع مذکر سالم بکنش. بگو که سماکون یعنی ماهی قبها.
بعد از این میگوید نهرون. نهرون یعنی دریا. نهر یعنی دریا، یا نهر را رود میگویند، رودخانه یعنی رود یعنی دریا. این اسم مفرد است. جمعش میشود انهارون یعنی دریاها، رودها. بعد از این میگوید بحرون. بحرون یعنی بحر. بحر یعنی دریای کلانی که به اقیانوس رسیدگی که باشد او را چی میگن؟ بحر. یا بحر یعنی که دریای شور. دریای شور را بحر میگویند. بحرون بحر یا دریای شور. بعد از این جمعش را میارد میگوید بحارون یعنی بحرها، دریاهای کلان شور. بعد از این میگوید بحیرتون. بحیرتون این اسم تصغیر بحرون است. بحرون یعنی دریای کلان شور. بحیرتون یعنی دریاچه یا کل. بحیره بر وزن فعیلتون این اسم تصغیر است. اسم تصغیر یعنی به مثل عبید، عبد بنده، عبیدون بندچه. بندچه یعنی که بنده میدک. یا مثلا میگه رجل مرد، رجیل مردکچه. و مثل همین بحر یعنی بحر، بحیرون بحرچه. بحیرتون یعنی بحرچه. پس بحرچه را ما شما چی میگیم؟ کول میگیم. مثلا بحیرتون یعنی کول. بعد از این میگوید بحیراتون، یعنی میخوایی که بحیرتون را جمع بکنی، جمع مؤنث سالمش بکن، بگو بحیراتون یعنی کلها، جمع مؤنث سالم. بعد از این میگوید سوقون. سوقون یعنی بازار. سوق بازار. جمعش میشود اسواقون یعنی بازارها. اسواقون بازارها. بعد از این میگوید زبابون. زبابون یعنی پشه. زبابون پشه، اسم مفرد. جمعش میشود زبانون، پشه ها. زبانون پشه ها جمع. بعد از این میگوید شکرا لک یعنی تشکر برای تو. شکرا لک یعنی رحمت برایت، تشکر برایت. بعد از این میگوید خبرون. خبرون خبر، با توشکی همچنین خبر میگوییم. جمعش میشود اخبارون یعنی خبرها. مثلا میگوییم برنامه اخباری یعنی برنامه خبرها. اخبار جمع خبرون هست. بعد از این میگوید بحمدالله یعنی با حمد و ستایش الله. بحمدالله یعنی با حمد و ستایش الله. یا میتونیم بگیم با حمد الله، با ستایش الله. بعد از این میگوید قرائتون. قرائتون یعنی خواندن. این مصدر است. فعل ماضیش قرأ، خوان و یک مرد. فعل مضارعش یقرأ، میخواند و یک مرد. فعل امرش اقرأ، بخوان تو یک مرد. قرائتون این چه بوده است؟ مصدر. بعد از این میگوید کتابتون. کتابتون همچنین مصدر است یعنی نوشتن. فعل ماضیش میشود کتبه یعنی نوشت و یک مرد. فعل مضارعش میشود یکتب، می نویسد و یک مرد. فعل امرش میشود اکتب، بنویس تو یک مرد. کتابتون میشود نوشتن. بعد از این میگوید علم. علم یعنی علم داد، تعلیم داد، یاد داد، علم آموزانید. این طور ترجمه کرده می شود. علمه فعل ماضی است. اکنون علمه را فعل مضارع و مصدرش را نآورد. چرا؟ زیرا اینکه این علمه از غیر باب ثلاث مجرد هست. غیر باب ثلاث مجرد قیاسی است. ما میدونیم این علمه از باب هشتم است، از باب فرح است. علم یعلم تعلیما مصدر می شود. علم یعنی تعلیم داد، علم داد. یعلم یعنی تعلیم می دهد، علم می دهد، فعل مضارع.
و فعل امرش می شود علم. علم یعنی تعلیم بده. مصدرش می شود تعلیما. تعلیما یعنی تعلیم دادن، علم آموزانیدن. دقت دادید؟ این از باب هشتم که است، از این حساب فعل ماضی و مضارعش رو نیاورد. غالبا از غیر باب ثلاثی مجرد رو فعل مضارع و امرش رو و فعل مصدرش رو نمیارد، زیرا که قیاسی است. فقط بابهای ثلاثی مجرد رو فعل ماضی و مضارع و مصدرش رو میارد، زیرا که اینها سماعی هستند. یعنی عرب چطور گفتگی است؟ به مثل همون عرب گفتگی ها ما میگوییم. اما این علمه این قیاسی است. هر فعل را به همین وزن بیار یک خیل است. علم یعلم تعلیما، فرح یفرح تفریحا، کرم یکرم تکریما. ببین همش یک نمود میشه، زیرا اینکه قیاسی هستند. بعد از این میگوید کلون. کلون یعنی همه. کلون همه. این از الفاظ توکید است که به معنای همه می آید. بعد از این میگوید کل یومین یعنی هر روز یا همه روزها. کل یومین هر روز یا همه روزها. کل یومین یا کل روز. کل روز میتونه بگیم تمام روز یا پرگی روز، یعنی از سحر تا بگهره. بعد از این میگوید عادتا. عادتا یعنی عادت. با تاجیک همچنین ما عادت میگویم ما و شما. عادتا یعنی عادت. بعد از این میگوید اول امسین. اول امسین یعنی پیش از دیروز. امس دیروز رو میگویند و اول امسین پیش از دیروز. ما و شما یا در لهجه ما میگویند پریروز. پریروز یعنی اول امسین، پیش از دیروز. بعد از این میگوید بعد غدین. بعد غدین یعنی پگاه دیگر. ما پگاه دیگر میگوییم. پگاه دیگر یعنی که غد فردا رو میگویند. بعد غدین یعنی بعد از فردا، یعنی پگاه دیگر. بعد از این میگوید عصن. عصن یعنی عصا یا چوبه که موی سفیدا میگیرند برای تکیه کردن، برای یاردم کردن خودشان. اما را میگن عصا. عصن. و همچنین عصن در فرهنگ تاجیکی ما و شما تیاق می شود، لیکن بعضی از لهجه مثلا ما تیاق میگوییم، اما در فرهنگ تاجیکی تیاق است. تیاق. 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 تیاق لهجه ما است، اما یا بعضی از مردم تاجیکستان تیاق میگن، اما اون اصلا در فرهنگ تیاق است. تیاق یعنی که عصا، چوب. بعد از این میگه عصیون. عصیون یعنی تیاق ها یا تیاق ها یا عصاها، این جمع است. بعد از این میگه عاشا. عاشا یعنی زندگی کرد. عاشا زندگی کرد و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگه میگیم عاشت، زندگی کرد و یک زن در زمان گذشته. این یا دلالت میکند که در فعل مضارع از باب یفعلو است، یعنی بگو یعیشو. عاشا یعیشو. یعیشو یعنی زندگی میکند و یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگوییم میگیم تعیشو، زندگی میکند و یک زن در زمان آینده. فعل امرش میشود عیش. عیش یعنی زندگی بکن. مصدرش میشود عیشون. عیشون یعنی که زندگی کردن. این فعل از باب ضرب یضربو است، از دویم باب ثلاثی مجرد است و این را از فعلهای اجوف میگوین. اجوف یایی. عاشه در اصل چی بود؟ عاشه در اصل عیشه بود. عیشه بر وزن فعله. ضربه. یای متحرک ما قلب مفتوح رو قلب الف کردن شد عاشه. دقت دادید؟ این الفی که میبینید این الف در اصل یا بود. عیشه. یا را فتحه کی داشت، ما قبلش فتحه کی بود، یا را قلب الف کردیم شد عاشه.
در فعل مضارع یعیشو اصل یعیشو بود، یعیشو، یا حرکتی کسره داشت، حرکت در یا ثقیل که بود حرکت یا را در ما قبلش حرف عین دادیم شد یعیشو، یعنی زندگی میکند. عیشون زندگی کردن. پس این هست اعلال صرفیش. بعد از این میگوید صاده. صاده یعنی صید کرد، ماهی قپی کرد و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن باشد میگیم صادت، یعنی ماهی قپی کرد و یک زن در زمان گذشته. این یا دلالت بکند که از باب یفعلو است، یعنی بگو صاده یصیدو. یصیدو یعنی زندگی، یصید یعنی صید میکند، یصیدو صید میکند و یک مرد در زمان آینده. زن باشد چی میگیم؟ میگیم تصیدو، یعنی صید میکند، ماهی قپی میکند و یک زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ صید. صید یعنی صید کن، ماهی قپی کن مرد رو. اگر زن باشه میگیم صیدی، یعنی ماهی قپی کن تو زن. مصدرش میشود صیدون. صیدون یعنی ماهی قپی کردن، این مصدر است. ماهی قپی کردن، صید کردن. اکنون دقت بتید، صاده یصیدو از باب ضرب یضربو است و مثل عاش یعیشو. عیناً اعلالی که در عاش کردن در صاده همون است. صاده در اصل صیده بود بر وزن فعله و مثل ضربه، یا متحرک ما قلب مفتوح رو قلب الف کردیم شد صاده. این الف میبینید اصلش چی است؟ اصلش یا است، صیده بود صاده شد. یا یصیدو اصل یسیدو بود، یا حرکت کسره داشت، بر یا حرکت کسره ثقیل کی بود با ما قبل دادیم شد یسیدو. دقت داده؟ به مثل عاش یعیشو. بعد از این میگه طرده. طرده یعنی که راند، یعنی سر کرد، پیش کرد، دور کرد. همینطور ترجمه کرده می شود طرده. طرده سر کرد، پیش کرد، راند، دور کرد. ترجمهش کنید. بعد از این میگوید طرده یعنی که راند یا دور کرد و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگه میگیم طردت، راند و یک زن در زمان گذشته. اکنون واو دلالت بکند که این از باب یفعولو است، یعنی بگو یطردو. طره ره بینید در فعل ماضی فتحه است، در فعل مضارع همین ره را ضمه بتین. بگوید که یطردو. یطردو یعنی که میراند، دور میکند، سر میکند و یک مرد در زمان آینده. زن باشد میگیم تطردو، یعنی میراند یا سر میکند و یک زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ اطرد. اطرد یعنی دور کن، سرش کن، یا پیشش کن، یا برانش. پس مصدرش میشود تردون، یعنی راندن، دور کردن، پیش کردن. پس طرد یطردو از باب نصر ینصرو است، از یکم باب ثلاثی مجرد هست. بعد از این میگوید سبحه. سبحه یعنی شنا کرد. سبحه شنا کرد یعنی آوازی کرد. سبحه شنا کرد، شنا کردن یعنی آوازی کردن. سبحه شنا کرد و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگیم میگیم سبحت، یعنی شنا کرد و یک زن در زمان گذشته، آوازی کرد و یک زن در زمان گذشته. و فعل مضارعش این الف دلالت میکند که از باب یفعلو است. عین باب رو در فعل مضارع همینطور فتحه بمونید. سبحه بگید یسبحو. بیره ببینید در فعل ماضی هم فتحه است، در فعل مضارع هم فتحش بته میگه سبحه یسبحو. یسبحو یعنی شنا میکند و یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگیم میگیم تسبحو، یعنی شنا میکند و یک زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ اسبح، یعنی شنا بکن، آوازی بکن تو یک مرد. مصدرش میشود سباحتون، یعنی آوازی کردن، شنا کردن. اکنون سبح یسبحو از باب ثلاثی مجرد از باب سیوم است. از باب چی است؟ از باب
منع یمنعو. ما گفتیم باب سیم شرط داشت که عین باب یا لام باب حرف حلق باشد. پس اینجا دقت بدید سبح ح حرف حلق است، لام باب حرف حلق است، به شرط سیم باب موافق است. پس ما میگیم سبح یسبحو از سیم باب است، زیرا اینکه شرطش هم موافق است. سبح یسبحو. پس این هست کلمه های نوی درس 34. با همین درس کلمات نوی درس 34 با آخر رسید. پس بگذاریم به حوار و گفتگوی درس 34. صاحب کتاب میگوید فی ید منذر من الشتون، یعنی در دست منذر، منذر نام پسر، نام مرد یا نام مردانه است، در دست منذر من الشتون یعنی پشرانک است، آلتی پشه‌سرکنی است، آلتی پشه‌زنی است. میگد منذر یطرد الذباب بالمنشتی، یعنی منذر سر میکند. منذرون اینجا باید تنوین باشد. چرا؟ زیرا اینکه منذر این منصرف است، نام مردانه است و منصرف است. باید چی بگیم؟ بگیم منذرون. منذرون این نام مردانه است و تنوین را قبول میکند. پس میگه منذرون. دقت دادید؟ منذرون زیرا که منصرف است، غیر منصرف میشید پس منذرون میگفتیم. میگد که منذرون یطرد الذباب بالمنشتی، یعنی منذر میراند پشه را با پشه سرکنک. منذرون مبتدا، یطرد جمله فعلی در محل خبر، یطرد را فاعلش چی است؟ فاعلش هو است، برمیگرده به منذر. الذباب مفعول به است، بالمنشتی جار و مجرور. بعد از این میگه قالت له امه ماذا تفعل یا منذر، میگه گفت، قالت له گفت برای وی، هو ضمیر به منذر برمیگردد، گفت برای وی یعنی گفت برای منذر، امه مادرش، امه هو ضمیر با برمیگرده به منذر یعنی مادر وی یعنی مادر منذر. ماذا تفعل یا منذر، یعنی چیکار میکنی ای منذر یا منذرو. اینجا یا تنوین قبول نمیکنن. چرا؟ زیرا که منادا اسم مفرد است، در اینجا مبنی علی الضم است، اینجا تنوین قبول نمیکند. بعد از این میگه قالت له گفت برای وی مادرش، چیکار میکنه ای منذر. قالت فعل ماضی، از این ت معلوم است که فاعل مؤنث است زیرا که علامتی تانیث است این ت. له جار و مجرور. امه برای چی مرفوع است؟ بخاطر اینکه فاعل قالت است. قالت امه فاعل است، فاعل مرفوع است، مضاف هم مضاف الیه. ماذا تفعلوا، تفعلوا فعل مضارع فاعلش چی است؟ فاعل ضمیر مستتر تقدیر انت. ماذا تفعل انت، یعنی چیکار میکنی تو. یا منذرو، یا حرف ندا منذرو اسم مفرد منادا مبنی علی الضم، مبنی علی الضم، اینجا تنوین دادن ممکن نیست. بعد از این میگه قال منذرون، یعنی گفت منذر گفت. قال فعل ماضی، منذرون فاعلش. میگفت انا اطرد الذباب بالمنشتی، گفت من میرانم پشه را با پشه سرکنک. انا مبتدا، اطردو جمله فعلی در محل رفع، خبر انا خبر مبتدا، اطردو فعل است، فاعلش در کجا است؟ فاعل ضمیر مستتر تقدیر انا، اطردو انا یعنی میرانم من، الذباب مفعول به اطردو، از این حساب منصوب است. مالک سماکن، میگوید که مالک میگوید ماهی قپ است. مالک ماهی قپ است. مالک صیاد است، یعنی صید میکند ماهی را. مالک مبتدا، سماکن خبر. در اینجا خبر ما اسم مفرد است، خبر ما مفرد است، یعنی که غیر مفرد نیست، مفرد است. بعد از این میگوید مالک یصید السمک فی البحیرة و یبیعه فی السوق، میگوید که مالک صید میکند، میقپد ماهی را، فی البحیرة، فی در اینجا به معنای من است، من البحیرة یعنی از کل، از دریاچه، و یبیعه فی السوق و میفروشد وی را در بازار.
مالکون مبتدا، یصید السمک جمله فعلی در محل رفع خبری مالکون خبر مبتدا. یصید را فاعلش در کجا است؟ یصید را فاعلش هو است، برمیگردد به مالک. یصید هو یعنی سعی میکند وی یعنی مالک. السمک مفعول به است. فی البحیرتی جار و مجرور، اینجا فی به معنای من است، من البحیرتی، یعنی در زبان عربی حرفای جر یکتاش به معنای دیگرش می آید، پس اینجا فی یعنی من. و یبیعه واو حالی است. یبیعه یا میتونیم واو رو واو عاطفه بگوییم، یبیعو را بگوییم، یبیعو را بگوییم عطف است در جای یصیدو، پس عطف میشه در جای خبر، یعنی با مالک میگه یبیعه میفروشد وی را. هو ضمیر است برمیگرد به سمک، هو ضمیر برمیگرد به سمک. یبیعو میفروشد، فاعلش در کجا است؟ فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو، میفروشد وی. این هو در محل نصب مفعول به است، پس در اینجا یبیعه فعل و فاعل مفعول به است، فی السوق جار و مجرور. بعد از این میگوید لحم السمک لذیذ و نافع، میگوید گوشتی ماهی با لذت است و فایده بخش است، فایده ناک است. لحم مبتدا و مضاف، السمکی مضاف الیه. لحم السمک مضاف مضاف الیه مبتدا، لذیذ خبر می شود. خبر ما در اینجا چی است؟ اسم خبر ما مفرد است. و نافعون واو عاطفه، نافعون عطف است در جای لذیذون، یعنی که گوشت ماهی با لذت است و گوشت ماهی فایده بخش است، زیرا که واو عاطفه است. بعد از این میگوید این یعیش السمک، یعنی در کجا زندگی میکند ماهی؟ این یعیش السمک، در کجا زندگی میکند ماهی؟ این اسم استفهام برای مکان است، در کدام جا، مکان، در کدام مکان زندگی میکند. یعیش زندگی میکند. السمک، یعیش فعل مضارع است، فاعلش چی است؟ فاعلش السمکو، سمک فاعل یعیشو است، برای هم خاطر میگم السمکو مرفوعش میخونیم زیرا که فاعل مرفوع است. بعد از این میگوید بعض الاسماک یعیش فی النهر و بعضها یعیش فی البحر او البحیرتی. دقت دادید؟ میگد که بعض ماهی ها زندگی میکنند در رود، یعنی در دریا، و بعضی هاشون زندگی میکنند در بحر، یعنی دریای بزرگ، دریای شور. او البحیرتی یا در کل، یعنی در دریاچه زندگی میکنند. بعض الاسماکی یعیش فی النهر، بعضو مبتدا مضاف، اسماکی مضاف الیه. بعض الاسماکی اینجا در مبتدا، یعیش جمله فعلی، جمله فعلی خبری بعض الاسماکی خبری مبتدا. یعیش زندگی میکند، فاعلش در کجا است؟ فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرد به اسماک، یعنی زندگی میکنند سمک ها، ماهی ها، فی النهری در دریا، و بعضها واو عاطفه، بعضو باز مبتدا، بعضو مضاف، ها مضاف الیه. یعیش جمله فعلی خبری بعضو. یعیش را فاعلش در کجا است؟ فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به بعض. یا در یعیشو یکما میگیم فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به بعض، نمیگیم به اسماک. بعض الاسماکی برمیگردد به بعض، یعنی بعضی از ماهی ها. فی البحر او در اینجا حرف عاطفه است، او همچنین حرفی عاطفه است. او البحیرتی یا در باغ، یا در کل، یا در دریاچه. بعد از این میگه این یسبح السمک، یعنی در کجا شنا میکند ماهی، در کجا آوازی میکند ماهی، شنا میکند ماهی. این ظرف است مبنی علی فتح فی محل نصب. یسبحو فعل مضارع است، فاعلش در کجا است؟ السمک فاعل یسبحو است. این یسبح السمک، در کجا زندگی میکند ماهی. بعد از این میگه السمک یسبح فی الماء، یعنی ماهی زندگی میکند در آب، ماهی شنا میکند در آب. السمک یسبح، یسبح آوازی میکند، شنا میکند، فی الماء در آب. السمک مبتدا، یسبح
جمله فعلی در محل رفع خبری از سمک. در اینجا خبری ما غیر مفرد است، یعنی که جمله است، جمله فعلی است. یعنی بعد از این میگوید ماذا ترسم علی الورق یا ولیدو، یعنی چی رسم میکشی بر بالای ورق ای ولید. ماذا ترسم علی الورق یا ولیدو، چی رسم میکشی بر بالای ورق ای ولید. پس در اینجا ترسم را فاعلش در کجا است؟ ضمیر مستتر تقدیر انت. ماذا ترسم انت، یعنی چی رسم میکشی تو. علی الورقی یا ولیدو یا حرف ندا. ولیدو اسم مفرد کی بود، از این حساب مبنی علی الضم شد. در اینجا تنوین دادن ولید جایز نیست. بعد از این میگوید ارسم حمارا و علی الحمار ولدا فی یده عصا. میگوید که رسم میکشم خری را، یا رسمی خر میکشم، هر دو ترجمه ممکن است. و علی الحمار ولدا، و بر بالای خر پسرچه را، بچه را. فی یده، در دست اون پسرچه، عصا، تیاق است، چوب است یا عصا است. دقت دادید؟ اکنون میگد که ارسمو یعنی رسم میکشم، جمله فعلی فاعلش در کجا است؟ ارسمو انا، یعنی رسم میکشم من. ضمیر مستتر تقدیر انا بوده است. حمارا مفعول به ارسمو است. از این سو میگیم در ترجمه میگیم که رسم میکشم خر را. خره میگیم، چرا؟ زیرا اینکه نکره است. خر را. و علی الحمار، و بر بالای خر. علی الحماری در اینجا الف لام چی اومد؟ الف لام اهدیه ذکریه اومد، زیرا که همین حماری که اول اومد همین خره در بالاش، همین خره که میکشم در بالاش ولدن، پسر بچه را میکشم. واو عاطفه است. ولدن همچنین عطف است در جای حمارن بگه میشود. و علی الحمار ولدن، یک کس بگه ولدن برای چی منصوب است؟ به خاطر آنه که عطف است در جای حمارن. حمارن مفعول به است، پس ولدن هم همچنین میگیم حکم مفعول به را دارد، یعنی که و ارسمو علی الحمار ولدن، یعنی رسم میکشم بر بالای خر جوان پسری رو. فی یده عصا، در دستش عصا باشد، در دستش عصا باشد. ولدن نکره است. فی یده جار و مجرور متعلق به کائن خبر، عصا مبتدا مؤخر. جمله فعلی در اینجا میگیم صفت ولدن میشود، یعنی صفت ولد این است که در دستش چی است؟ در دستش تیاق است یا در دستش تیاق است، زیرا که بعد نکره جمله صفت میشود، بعد معرفه جمله حال میشود. در اینجا ولدن نکره که هست، از این حساب فی یده عصا جمله اسمیه مبتدا و خبر در اینجا صفت شد برای ولد. بعد از این میگوید رسم التلمیذ علی اللوح علما و کتب علیه لا اله الا الله. اکنون میگوید که رسم التلمیذ یعنی رسم کشید شاگرد، رسم کشید طلبه، علی اللوح بر بالای داسکه، علما بیرق را، و کتب علیه و نویس بر بالای وید یعنی بر بالای بیرق لا اله الا الله نویست. لا اله الا الله نیست معبودی بر حق بجز الله، همینطور کلمه را میگه در بالای بیرق نویست. اکنون دقت بتید رسمه فعل ماضی، التلمیذ فاعل رسمه، علی اللوح جار و مجرور متعلق بر رسمه، علما برای چه منصوب است؟ به خاطر اینکه مفعول به رسمه است، مفعول به منصوب میشه، پس علما منصوب است به خاطر مفعول به بودن. و کتب علیه، کتب فعل ماضی، و کتب علیه و نویس بر بالای وی. دقت دارید کتب فعل ماضی، فعل ماضی که باشد فاعلش در کجا است؟ فعل باید فاعل داشته باشد، فاعلش ضمیر مستتر تقدیره هو برمیگرده به تلمیذ. نویس وی علیه بر بالای وی، چی را نویست؟ کتب فعل متعدی است، مفعول به است، مفعول به باید داشته باشد. لا اله الا الله، پس بگیم جمله در محل نصب مفعول به کتب می شود. یا میتونیم بگیم که کتب علیه
کلمته لا اله الا الله کلمته بگیم، پس همون کلمته میگفتگیمون مفعول به کتبه میشود. لیکن کلمته را نگفته است، پس لا اله الا الله میگیم جمله اسمی. یه جمله اسمی است. جمله اسمی در محل نصب مفعول به کتبه میشود. این نازکی را دقت بتید، زیرا که فعل متعدی اومد باید ما مفعول بهش بیاوریم که در کجا است، یا فعل وقتی که میبینیم باید فاعل مفعول بهش ما باید بیاوریم اگر که متعدی باشه. اگر لازم باشد فقط فاعلش میکوبیم خلاص. اما کتبه فعلی متعدی است، مفعول بهش این جمله لا اله الا الله. پس لا در اینجا میگن لا نافیه للجنس. اله اسم لا، اله اسم لا است، به مثل لا نافیه للجنس به مثل این عمل میکند، لیکن در نکیره ها اله را ببینید نکیره است، پس اسم لا است، منصوب است. اسم لا مبنی علی فتح است. دقت دادید؟ اله تنوین دادن اینم جایز نیست زیرا که مبنی است. این اکنون لا اله این اسمش باشد، خبرش در کجا است؟ آیا می شود الله را خبر لا اله خبر لا نافیه للجنس بگیم؟ نه. چرا؟ زیرا که الله این معرفه است. لا نافیه للجنس عمل میکند در نکیره ها، هم باید اسمش نکیره باشد، هم باید خبرش نکیره باشد. پس در اینجا میگیم اله اسم لا نافیه للجنس، خبرش میگیم محذوف است، تقدیرش حقون است. حقون ببین الحقون نمیگیم، نکیرش میگیم حقون نکیره. پس لا اله حقون بس خبر لا نافیه للجنس میشود. الا در اینجا الا اداتی استثناء ملغاتش میگن، این عمل نمیکند. الله در اینجا بدل از حقون است. الله برای چی مرفوع است؟ برای بدل است از جای حقون خبر لا مرفوع است، پس الله هم چون باید مرفوع باشد. پس این اعرابی لا اله الا الله. بعد از این میگه انت علمتنا القراءة والكتابة شکرا لك یا استاذ فانت معلمنا. میگه که انت علمتنا القراءة، تو تعلیم دادی ما را خواندن را، والکتابة نوشتن را، شکرا لك تشکر برای تو یا استاذو ای استاذ، فانت معلمنا پس تو معلمی ما هستی. دقت دادید؟ انت مبتدا در محل رفع مبتدا، علمتنا جمله فعلی در محل رفع خبر انت خبر مبتدا. علمتنا علم فعل ماضی، تا فاعل علم فاعلش تا، این تا که میبینید این ضمیر است، ضمیر مخاطب مفرد مذکر. علمتا تعلیم دادی تو یعنی همین تا تعلیم دادی تو فاعل است. نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به است. علمتنا فعل و فاعل مفعول به است. القراءه چی است؟ قراءه مفعول به است. پس اینجا چی طور شد؟ پس میگیم علمتنا نا مفعول به یکم، القراءه مفعول به دویم. پس علم یعلمو دو مفعول به میگرفته است. بعضی فعل هایی هست که دو مفعول به دارد، بعضی فعل هایی هست که سه تا مفعول به دارد. دقت دادید؟ در اینجا علم دو تا مفعول به دارد. والکتابه عطف است در جای القراءه. شکرا لك یا استاذو فانت معلمنا، انت مبتدا در محل رفع، معلمنا خبر. بعد از این میگوید که کلنا الان بحمد الله نقرأ و نکتب، یعنی همه ما حال حاضر با حمد و ثنای الله، با ستایش الله میخوانیم و مینویسیم. دیدید؟ کلنا، کل مبتدا، کلنا یعنی مبتدا، الان ظرف است، بحمد الله با حمد و ثنا و شکر الله. نقرأ جمله فعلی خبر کلو، خبر مبتدا شد. خبر کلو را مبتدا گفتیم، کلو مضاف مضاف الیه، خبر مبتدا خبرش نقرأ هست. نقرأ فاعل نقرأ چی است؟ نحنو، ضمیر مستتر نحنو فاعلش است. و نکتبو واو عاطفه است، نکتبو عاطفه است در جای نقرأ.
فاعل نکتوب چی است؟ ضمیر مستتر تقدیر نحن. بعد از این میگه نحن نلعب بعد الدروس ولا نلعب قبلها عادتا، یعنی ما بازی میکنیم بعد درس ها و بازی نمیکنیم پیش از درس ها عادتا. عادتا از روی عادت، همچون عادت مون که پیش از درس بازی نمیکنیم. پس نحن نلعب ما بازی میکنیم. نحن مبتدا، نلعب جمله فعلی در محل رفع خبر. نلعب فعل است، فاعلش در کجا است؟ فاعلش ضمیر مستتر تقدیره نحن، در تحت نلعب یا نحن دیگر پنهان است، اون فاعلی نلعب است. بعد الدروس، بعد الدروس بعد ظرف است، دروس مضاف الیه، بعد مضاف، دروس مضاف الیه. ولا نلعب واو عطف لا نافیه، لا ناهیهش نمیگیم برای نلعب آخرش جزم نکرد، ولا لا نافیه است. نلعب در اینجا چی است؟ فعل مضارع است، فاعلش در کجا است؟ فاعل ضمیر مستتر تقدیره نحن. قبل این ظرف است، قبل مضاف، ها ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیه است. عادتا یعنی از روی عادت. عادتا را می شود حال بگیریم. عادتا یعنی عادت ما همین است، حال کوننا عادتا، از روی عادت همون. بعد از این میگوید که این سمعت هذا الخبر الجدید، یعنی کجا یا در کجا شنیدی این خبر نو رو؟ اینه از مکان است، از کدام مکان، از کدام جا شنیدی این خبر نو رو؟ اینه ظرف است مبنی علی السکون مبنی علی الفتح. سمعت فعل و فاعل است، سمع فعل ماضی، تا فاعل است. هذا در محل نصب مفعول به است. الخبر بدل از هذا، الجدید صفت الخبر. بعد از این میگه سمعته فی الرادیو، یعنی شنیدم در رادیو. سمعته فی الرادیو یعنی شنیدم در رادیو. اینجا فی به معنای مین است، شنیدم از رادیو. دقت دادید؟ سمعته فعل و فاعل مفعول به است. بعد از این میگوید متى سمعته، یعنی کی شنیدی وی را؟ متى اسم استفهام برای زمان، کدام زمان، کدام وقت. سمعته شنیدی وی را، در اینجا سمعته همچنین فعل و فاعل مفعول به است. دیگر توضیح نمیتیم هر این را، زیرا که بارها تکرار کردگی هستیم. بعد از این میگه سمعته اول امس، یعنی شنیدم پریروز، یعنی یه روز پیش. سمعته فعل و فاعل مفعول به، اوله برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه ظرف است. اوله ظرف منصوب، اوله مضاف، امسی مضاف الیه. پس اوله رو ظرف میگیم، یا که نایب از جای ظرف هم بگیم میشه، زیرا که امس خودش ظرف است. وقتی مضاف اول مضاف به امس که شد، میشه نایبی مضافش بگیم، نایب ظرفش بگیم، یا ظرفش هم میگیمش برای آسان تر شدن. همون اوله برای ظرف بودن یا نایب ظرف بودن منصوب شدگی است. بعد از این میگوید متى تذهب الى النهر لصید السمک، یعنی کی میروی تو به سوی دریا برای صید کردن ماهی. متى تذهب یعنی کی میروی تو. تذهب فاعلش چی است؟ ضمیر مستتر تقدیر انت. الى النهر لصید السمک برای صید کردن ماهی. میگه که اذهب الى النهر لصید السمک بعد غد، یعنی میروم به سوی دریا، به سوی رود برای صید کردن ماهی پس از فردا، یعنی پگه دیگر، پس از فردا. اذهب فاعلش چی است؟ ضمیر مستتر تقدیر انا. اذهب انا. بعد برای چی منصوب است؟ بعد به خاطر اینکه ظرف است. بعد مضاف، غدین مضاف الیه. بعد به خاطر چی است؟ ظرف. ظرف بودن، ظرفا گفتاده که منصوب هستند، پس بعد ظرف است. بعد از این میگه بی ایت لغت هذا الکتاب، یعنی با کدام زبان است این کتاب؟ بی ایت لغت هذا الکتاب یعنی با کدام زبان است این کتاب؟ بی حرف جاره، ایتی اسم مجرور. پس ایتی را ما میتونیم بگیم ایو یا ایتو، اسم استفهام برای عاقل و غیر عاقل. ای برای عاقل و غیر عاقل من میشه اسم استفهام بگم برای عاقل و غیر عاقل. ما گفته بودیم اسم استفهام برای غیر عاقل است، من گفته بودم اسم استفهام برای عاقل است. ایو یا ایتو اسم استفهام برای عاقل و غیر عاقل است.
ایو مضاف، ایتی مضاف، لغتی مضاف الیه. بعد ای همیشه مضاف الیه میآید. بعد از این میگه هذا مبتدا الکتاب خبر، بی ایتی جار مجرور متعلق به کائنون خبر مقدم، هذا مبتدا مؤخر، الکتاب بدل از هذا. بعد از این میگه هذا الکتاب بلغتنا، یعنی این کتاب به زبان ما است، این کتاب به زبان ما است. هذا مبتدا الکتاب بدل، بلغتنا جار مجرور متعلق به کائنون خبری، هذا خبری مبتدا در اینجا خبر ما غیری مفرد است. چرا؟ زیرا اینکه در اینجا خبر ما شبه جمله است. شبه جمله گفتیم دو نموده است، جار و مجرور یا ظرف. در اینجا جار و مجرور خبری مبتدا شد. بعد از این میگه كل يوم نذهب الى البحيره ونصيد فيها السمك ثم نبيعه في السوق. كل يوم یعنی هر روز، كل يوم هر روز، نذهب الى البحيره میرویم به سوی باغ، به سوی بحیره، به سوی دریاچه، به سوی کل. و نصید فیها و صید میکنیم، فیها یعنی منها، از وی، یا فیها رو میشه بگیم فی ظرفیه، از داخل وی، و صید میکنیم از داخل بحیره، از درون کل، از درون دریاچه، از سمکه یعنی ماهی رو، ثم نبیعه بعد میفروشیم وی رو یعنی ماهی رو، فی سوق در بازار. کل یومین، کل برای چه منصوب است؟ به خاطر اینکه نایب از جای ظرف است. کل منصوب است، نایب از جای ظرف است. کل مضاف، یومین مضاف الیه. نذهب فعل مضارع، فاعلش در کجا است؟ فاعل ضمیر مستتر تقدیر نحن، میرویم ما در تحتش پنهان است. الی البحیره، به سوی باغ، به سوی دریاچه، به سوی کل. و صید میکنیم، و نصید فیها و صید میکنیم از داخل فیها، ها ضمیر به بحیره است، از داخل بحیره، از داخل کل، از داخل دریاچه، از سمکه. سمکه مفعول به نصیدو است. نصیدو را فاعلش در کجاست؟ ضمیر مستتر تقدیر نحن، صید میکنیم ما. ثم نبیعه، ثم حرف عطف است. نبیعه، نبیعه فعل فاعل مفعول به است، فاعل ضمیر مستتر تقدیر نحن است. هو در محل نصب مفعول به است، فی سوقی جار و مجرور. پس این هست درس 34 از کتاب تعلیم زبان عربی، و در اینجا این درس 34 را به آخر میرسانم و تا درس آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.